بینندگانی عزیز، خوراکی که ما دعوت کردیم و برادری ما آماده کردیم و با او کمک رساندیم، فخرالدین ملک بسیار یک بوی خوشی دارد، یک به قول تماشا ناگفتنی. این مرحمت لحظه خیلی خوب فرا رسید که بچشیم بهاگذاری که مرحمت شما بهاگذاری کنید و البته انمون مسئولیت گفتم برای نام گذاشتن همین خوراک شما به ما کمک کنید. خب مرحمت انا حاضر کدامش گیرم ها؟ انا مینش گیرم. ببینید اون میگیریم اینجا تر میکنیم گفتیم نظریه‌اش به ما فهموندگی است. فخرالدین شما بگید. خواهش میکنم. بهترین بی‌نظیر. من ولی گفتم به شما کو خانه میرم حتما این خوراک را تیار کرده همه نزدیکان پیرود میکنیم. بو پرهیزی انا خوراک. بله انا خوراک. اینا چیمونیم نموشه مزه بینیدی. مزه بینید شما. مزه پیچانش مونیم بهترین خوراک. در حقیقت خوب زیر بکشم عالی شده است. از خونه هم بهتر اومده است. بید نام همین برنامه ما لذیذ است. منتوی لذیذش نام کنیم خوبتر است. لذیذ در حقیقت این لذیذ است. همیشه دسترخوانتان پر باشد در فضای بسیار صلح و وحدت کشوری عزیزی ما. تا برنامه های دیگر باشید خوش باشید بینندگان عزیز. خوش باشید.